بسم الله الرحمن الرحیم. میریم روی لکچر اول یا درس اول برنامه ورد که لکچر اول ورد انشالله بخیر امروز کور میکنیم. قبلا ما و شما سه طریقه باز کردن ورد خواندیم و میفهمیم. خود تشریح ورد ما و شما میریم که کدام موارد در ورد میخوانیم و چی هست. خب قبل از اینکه روی طریقه باز کردن بریم یک بار وارد ورد میشیم. این صفحه ورد است و یک پروگرامی است که تکستچوال میگن برش، یعنی یک پروگرامی است که صرف به خاطر نوشته استفاده میشه. معمول ما شما به خاطر بعضی کارهای اداری استفادهش میکنیم. دیگه خیلی کارا ما انجام داده میتونیم، از قبیل مثلا جدول میتونیم ساخته، میتونیم سی وی جور کنیم، میتونیم دیزاین سرتیفیکیت انجام بدیم، اما خیلی سیمپل و ابتدایی البته. یعنی کارا خیلی دیگه میشه انجام بدیم. میتونیم مونوگراف نوشته کنیم، تیزس جور کنیم و یک چپتر بر خود جور کنیم و به این شکل ورقه فور به خاطر بعضی فرما یک دفتر استفاده میشه، اینا را همش استفاده بکنیم. خب ورد که خیلی یک پروگرام جذاب است، زیبا هست. شما باید دمیج خیلی موارد یاد بگیرین، یعنی هر قسمتش دانه دانه یاد بگیرین، چون باز در برنامه اکسل هم بعضی مواردش تکراری هست که باز دوجه بعضی مسائلش ما توضیح نمیدم در اکسل. همینجا خب سه یادش بگیرین، یعنی مثلا اگر در اینجا شما فونت فامیلی را سه یاد نداشته باشین یا فرمت پینتر یا بعضی مواردی که در اینجا وجود داره، باز در اکسل دوباره تشریح داده نمیشه. همینجا خب باید یاد بگیرین، با خود پرکتیس بکنین، خب پرفکت باید باشین. خیلی یک برنامه جذاب است، انشاءالله درسایش که بخونیم وقت به وقت آشنایی پیدا میکنیم. خود برنامه وردکست روی تشریحش میایم. خود برنامه وردکست اولین پروگرام مایکروسافت آفیس است. خب ما و شما نوتپد و وردپد و ام اس پینت اونا را که میخوندیم، اونا مربوط ام اس ویندوز یا مایکروسافت ویندوز میشدن، اما این مربوط مایکروسافت آفیس میشه. این آفیس او ویندوز. خود آفیس که یک پکیج است در اصل که مجموعه از پروگرام های وین ورد، اکسل، پاورپوینت اکسس داره. اما در این سیستم ای سی دی ال ما اکسس نداریم، صرف تا پاورپوینت میخوانیم و باز در اخیر به جای اکسس ما اینترنت داریم در سیستم ما شما که باز بعداً میخوانیم. خب اولین پروگرام مایکروسافت آفیس است. یک پروگرامی است که در این میتونیم مثلا بعض جدولای دفاتر جور کنیم، سی وی جور کنیم، هر نوع تکستی که باشه، یک اطلاعیه، یک ابلاغیه یا مثلا به این شکل خیلی موارد دیگه ما شما تنظیم کنیم. خب میخوانیمش. در قسمت طریقه باز کردنش ما و شما طریقه اول رن داریم. وارد رن میشین، نوشته میکنین وین ورد. وین ورد باید سپیلش درست باشه، اگر سپیلش اشتباه داشته باشه اوپن نمیکنه. انتر میکنین، صفحه وین ورد باز میشه. خب طریقه دومش در قسمت سرچ است. نوشته میکنین ورد خالی هم که دیگه نوشته کنین براتون میکشه، اما امرایش وردپد هم میکشه. وردپد ما شما خواندیم در درسای گذشته و از وردپد دیگه فعلا ما شما میگذاریم، میریم روی قسمت ورد. روی ورد کلیک میکنم تا صفحه ورد اوپن کنم. طریقه سومش میرم در رن، نوشته میکنم سی ام دی، وارد سی ام دی میشم، نوشته میکنم برش که start win word. انتر میکنم، صفحه وین ورد بر ما اوپن میشه. اونمو سه طریقه گذشته که در ویندوز ما شما خواندیم، یعنی از خاطر عظیمی خواندیم که در کل جای اینمی سه طریقه یعنی عام است و ما شما میتونیم خیلی راحت از استفاده بکنیم. طریقی که زیاد استفاده میشه به خاطر باز کردن وین ورد و رن است که در رن شما نوشته میکنین وین ورد. خب در رن کوشش نکنین که ورد خالی نوشته کنین، چون که بازش نمیکنه و شما صرف باید وین ورد نوشته کنین. صرف نوشته میکنین وین ورد. خب زمانی که وین ورد باز میشه در اینجا چند بخش داره. ببینین در بخش اول ما شما قسمت داریم که گود ایونینگ براتون نوشته کرده. ببین یعنی چی یک پروگرام پرفکت است. گود ایونینگ از خاطر این نوشته کرده، یعنی میگه شام شما بخیر، یعنی یک خوش آمدید بر شما میگه. در قسمت اینجا ببینید بلک داکومنت داریم که یک صفحه خالی هست. صفحه خالی رو در برنامه ورد بلک داکومنت میگه. وقتی اگر میخواین شما وارد صفحه خالی شوین، بلک داکومنت کلیک میکنین و وارد صفحه خالی در برنامه ورد شده میتونین. خب ما پس دوباره باز میکنم که در قسمتش برم که بر شما هم آشنایی پیدا شود. دیگه در قسمت اینجا دیزاین های آماده شده داریم. البته اگر در اینترنت شما وصل بکنید کامپیوترتانه، در قسمت اینجا بعض دیزاین های آماده شده میایه، یعنی میتونید با شما دو تغییرات بیاد. مثلا ببینین بولد مودرن ریزیوم در قسمت اینجا یک شکل سی وی آمده که شما فقط روش کلیک میکنین و بر شما کریت میشه. فقط در این قسمت برش میگین کریت 109 کیبی حافظه‌اش هست، چیزش هست، حجمش هست که دیگه نام و عکس کل چیزاش میتونید شما خودتان استفاده کنین.
مثلا وقتی که کریت گفتم اینو ببینین روی هر کدامش تغییرات آورده میتونین. مثلا قرار باشه من نام خود اینجا نوشته کنم، درست است؟ خب هواس صافی، درست است؟ باز شما میتونید بالا ببرین. بعض تکنیک ها و تریک هاست که باز بعدا میخوانیم. در اینجا ای دیگه شکل سی وی رو داره. مثلا عکس ازیر شما چی میکنین؟ پاک میکنین و جای عکس خود میارین و به این شکل بعض موارد دیگه که در درس آینده باز ما شما میخوانیم. don't save. پس میرم در قسمت وین در پایین اگر خواستین مثلا این تمپلیت ها خوشتون نامد، در اصل باز اینا رو تمپلیت هم یاد میکنه. مور تمپلیت کلیک میکنین، اگر اینترنت وصل بود اینجا تمپلیت ها خیلی زیاد است و از طریق اینترنت براتون دیزاین ها و خیلی شکلای زیبا براتون در اینجا حاضر میشه، میتونین ازش استفاده بکنین. هر کدومش کلیک کنین، فقط کریت میگین برش، وقتی کریت گفتین براتون میاد. باز اینجا بخشا داره، مثلا بزنس کاردز، فلایر، لترز، ایژوکیشن، هر کدومش انتخاب کنین یا خودتون سرچ کنین در اینجا، راحت میتونین استفاده کنین. قسمت پایینتر ریسنت داریم. ریسنت ما شما در ویندوز هم خواندیم و ریسنت گفتیم که در ام اس پین بود. از قبل چیزی که باز شده باشه در اینجا کلشون حاضر میشه، یعنی کلشون در اینجا می باشه. فقط چی میکنی؟ رویش کلیک میکنی که اونمو داکومنت برات باز کنه، اونمو صفحه خود یا مو ورد برات خیلی ساده باز کنه. دیگه اینجا پن داریم. پن یعنی نشانیش میکنی. مثلا یک داکومنت ما میخوام پن کنم، ویندوز 11 شورتکت اینی علامه پن است، رویش کلیک کو، وقتی رویش کلیک کردی پن میشه. وقتی در می قسمت پن میام ویندوز 11 شورتکت دی قسمت برات میه. یعنی اگر داکومنت های زیاد باشه در این قسمت میتونی خودت یعنی برای خود لیستش کنی، نشانیش کنی. وقتی نشانیش کردی از اون میتونی خیلی راحت برات استفاده کنی. دیگه در قسمت اینجا نیو داریم. خب نیو هم موارد است، فرق خاص نداره. اوپن داریم. اوپن هم ما خواندیم دیگه، در نوتپد خواندیم، در وردپد خواندیم، در ام اس پین خواندیم. برای ما شما باز میکنه. از قبل چیزی که ذخیره شده باشه ما شما دو یک چیز نوشته کرده باشیم و هر چیزی که باشه، مثلا ما اوپن میگم ویندوز 11 شورتکت با ما اوپن کن، رویش کلیک میکنه برای ما چی میکنه؟ اوپنش میکنه. یعنی هر فایلی را که بخوایم خیلی راحت به این شکل میتونیم اوپن کنیم برای خود. پس میایم در قسمت اوپن. دیگه در قسمت اینجا اکاونت داریم. اکاونت در اینجا میتونین خودتان برای خود یک اکاونت تنظیم کنین یا یک اکاونت برای خود بسازین، مثل فیسبوک واره. باز بعدا در صنف اینترنت ما شما ایده میخوانیم که چطور میتونین در اینجا اکاونت برای خود ترتیب کنین. فیدبک جایی است که شما نظر میدین به خود مایکروسافت اکاونت یا هم microsoft.com. در اینجا مثلا سند اسمایل میکنی کدوم چیز اگر خوشت آمده، یا سند فراون میکنی یا کدوم چیز بدت آمده، یا سند سجستشن میکنی، یک پیشنهاد میدی، روی اینجا کلیک میکنی و دیگه فیدبک تا یا اون مثال تا چیزی که داری در ذهنت میتونی برای مایکروسافت ارسالش کنی. خب این موضوع را کس استفاده نمیکنه. باز اگر بازم شوقی بودین میتونین این کار انجام بدین. دیگه در قسمت اینجا وقتی که بلانک داکومنت ما شما بریم، معرفی صفحه خود ورد است که در قسمت معرفی صفحه ورد شما باید خوب آشنایی پیدا کنین، یعنی هر صفحه را بشناسین که چی کجا چی میکنه بر ما شما. این موارد خیلی بر ما شما مهم است. خب در قسمت معرفی دیگه حتما شما کلوز و ماکسیمایز و مینیمایز هم میفهمین. بعض چیزا اینجا نو است، یکی ساین این آپشن نو است، یکی قسمتی که ریبون دیسپلی آپشن است. ریبون دیسپلی آپشن چی است؟ در قسمت اول شما باید ریبون رو بشناسین. اینا رو به نام ریبون یاد میکنه. کلیپ بورد یک بخش است، فونت بخش دیگه هست، پاراگراف بخش دیگه هست، استایل بخش دیگه هست. هر کدامشان به این شکل در هر تابی که برین از خود ریبونا داره و از خود استفاده های خاص داره. اینا رو به نام مینیو یاد میکنه. خب بعضیا برش تاب هم میگن، بعضیا برش تیبل هم میگن. میتونی هر نامی که شما راحت هستین استفاده کنین. اما اگر تاب بگین برش خوب میشه. تاب هوم، تاب اینسرت، تاب دیزاین، تاب لیاوت، هر کدامش ریفرنس، میلینگ، ریویو، وی هلپ، هر کدامش که استفاده میکنین نامش هم راش میگیرین. مثلا تاب ریفرنس، تاب لیاوت، هر کدامش. خب حالا هدف ما در قسمت اینجا ریبونا را در قسمت اینجا ما شما میتونیم هاید و شو بسازیم. مثلا میگیم آتو هاید ریبون. آتو هاید ریبون میمونه وقتی که ماوس بالا برم چی شوه؟ پایین شوه. وقتی اگر پس بگم این کار صورت نگیره میگم شو تابز، تا تابار نشان بده. آتو هاید یعنی خودش اتومات پنهان شوه و شو تابز بگویم فقط این تابا یا این تیبلا رو بر ما نشان میده، ریبونایش باز نشان نمیده. شو تابز اند کامنتس اگر بگویم باز هم تابایش نشان میده هم کامنت داشته. اینا رو هم کامنت میگن هم ریبون میگن.
هر دویش باید نامایش بفهمید شما. دیگه این طرف ساین ان داریم. ساین ان باز از صنف اینترنت میخوانیم که در قسمت اونجا مایکروسافت یک اکانت جور میکنی و از اون اکانت استفاده میکنی و خیلی راحت. اینجا سرچ داریم. سرچ دیگه از نامش پیدا است. یک آپشن میخوای سرچ کنی. مثلا من میگم بولد برای چی میشه؟ اینجا سرچ میشه. یا مثلا میگم یک چیزی رو که گذام وقت گم میکنی اینجا میتونی خیلی راحت سرچ کنی. به طور مثال ما میگم که اپر کیس کشید دیگه، درست است؟ چینج کیس یعنی کل کیس هایش کشید برم. یعنی به می شکل هر کدام شما میتونیم هر آپشنی که خواسته باشیم دیگه برای خود سرچ کنیم. این طرفتر نام امی داکومنت است. داکومنت یک نام داره. باز میتونیم قسمت سیو و بعضی مسائل دیگه میخوانیم. این طرفتر بعضی آپشنایی است که شما در قسمت اینجا خودتان میتونین بیارین. مثلا نیو است، میخواید اینجا بیاید رویش تک مارکش کلیک کنین و نیو آمد. پس میخواید نباشه نیو غیر فعال کن. هر آپشن اینجا میتونین خیلی راحت بر خود بیارین. اینی هم علامه سیو است. اندو ریدو رو ما شما خواندیم میفهمیم. به درسای بعدی بازم میخوانیمش، مرور میشه برای ما شما. خیلی موارد آسان و ساده هستن. دیگه اینجا میبینید دیگه قسمت اینجا خطکش داریم. خطکش در ورد پد هم داشتیم، در MS Paint هم داشتیم. اونمو رولر است که در اینجا هم رولر استفاده میشه. دیگه در قسمت این طرفتر پایین اگر بیایم سفر کمی زوم بسازم بردان. بخش اول داریم پیج 1 of 1. این چی معنا داره؟ پیج 1 of 1 به این معنا یعنی یک صفحه داری و در صفحه اول موقعیت است. بین که خیلی یک کار دیگه کنیم. ما در قسمت اینجا میم کنترل پرس میگیریم، انتر میزنم. کنترل انتر شورتکت اد پیج است یا انسرت پیج است. یک پیج دیگه براتون میندازه، یک صفحه دیگه. هر بار که تو کنترل پرس بگیری و انتر بزنی بار بار صفحات دیگه برات میگیره. یعنی به این شکل شما میتونین برای خود صفحه بگیرین. ببینید فعلا دیگه نوشته هست پیج 5 of 8. میگه در صفحه پنجم هستی و 8 صفحه وجود داره. یعنی یه باید محاسبه صفحه را میکنه که تو چند صفحه داری. خیلی راحت. این طرف وردز داریم، یعنی لغاتایی را که تو نوشته کنی در قسمت اینجا برات محاسبه میکنه. من کل از کنترل ای و دلیت بٹن پرس میکنم که صفحه های ما پاک شه و صفحه را زوم این میکنم و در اینجا هم بعضی چیزا می نویسم. مثلا نوشته میکنم که اول صفحه. خب اول صفحه نوشته کردم. حالا ببینیم که چند وردز دارم. در اینجا نوشته کرده که 2 وردز داری، یعنی 2 لغت داری. یک قرار باشه لغاتایتون زیاد شوه و نمو قدر میشه که باتون زیاد شوه. من یک کد در اینجا دارم مساوی RAND قوس باز بسته انتر. حالا ببینیم چند دانه لغت شد. میریم میبینیم 239 عدد لغت برای من اینجا تایپ شده. یعنی چیزی که نوشته شده در صفحه براتون دانه دانه محاسبه شه میگه که نقدر است. اینجا بخش بعدی اینجا پروفینگ داریم یا هم بخش صحیح و غلط یک لغت. ببینید تا زمانی که یک لغت اشتباه نشده باشه به زبان انگلیسی، البته این یک شکل امضا را می داشته باشه. زمانی که یک لغت سپیلش از نگاه زبان انگلیسی اشتباه شوه باز دو قسمت یک چلیپا میاد. ببینید مثلا من این ریدینگ یک ای دیگه هم میدم. این دیگه زیرش خط میگیره. این خط گرفتی به این معنی است که یعنی سپیلش مشکل داره. در زبان انگلیسی چنین لغت وجود نداره. حالا ببینید دیگه یک چلیپا آمد. وقتی روی ازی کلیک بکنم روی این قسمت چلیپا باز اینجا برای من میگه سجست میکنه لغات ها را. میگه ریدینگ به شکل است یا هم به شکل است یا هم به شکل است. خب ما ریدینگ درستش باید انتخاب کنم دیگه. این یک طریقش است. طریقه دیگه هم شما قسم میتونین که خود لغت را رایت کلیک بکنین، یعنی کلیک راست، بعدا اینجا همون سجستایی که اینجا اومده در اینجا هم براتون میایه. مثلا ریدینگ روی درستش کلیک میکنم که برای ما شما همون درستش کار بده و برای ما شما استفاده شده. به طور مثال بعضی هستن مثلا لغت پروفشنالی ده غلط نوشته میکنن. اینجا یک ای هم میته. وقتی که ای را دادم چی میشه؟ لغت اشتباه میشه. رویش کلیک راست میکنم و پروفشنالی ده درست میسازم. یعنی برنامه ورد خیلی پرفکت برنامه است. شما رو نمیگذاره یک چیز رو اشتباه بکنین. پس در قسمت اینجا از برنامه ورد به خاطر تکستچوال ادمی خاطر است دیگه و خیلی سهولت ها داره که شما میتونین ازش استفاده بکنین. خب دیگه در قسمت اینجا زبان است. زبان میتونین شما خودتان از قسمت اینجا چنج کنین. در ویندوز ما شما خواندیم فعلا زبان ما انگلیسی است. در اینجا هم انگلیسی است. اگر آلت شیفت بزنم زبان ما پرژن ایران میشه یا باز آلت شیفت بزنم پشتو میشه. یعنی هر زبانی که شما بخواین
در قسمت اینجا راحت میتونین ازش استفاده کنین به شکل. این بود قسمت استیتس بار برنامه ورد. سمت راست هم باز فوکس داریم. فوکس روش کلیک میکنم، بر من صفحه مکمل ورد را بر من نشان میده. دیگه قسمتاش نشان نمیده، وقت استفاده نداره. اسکیپ. و این طرفتر ویوز داریم، رید مود داریم، پرینت لیاوت داریم و وب لیاوت داریم. اینا چی میکنن؟ ببینین ما در اینجا میایم بخش اولش استفاده میکنیم. رید مود دیگه از نامش پیداست، یک علامت کتاب است اینجا، یعنی به خوانش میگیری یک چیزی را، روی ازی کلیک کو، البته باید تکست زیاد باشه. ما دیگه نوشته میکنم مساوی رند قوس باز، در داخل قوس 100 نوشته میکنم تا 100 پاراگراف بر ما کریت کنه. انتر برش میگم تا 100 پاراگراف کریت شه. ببینین حالا میرم در قسمت رید مود، حالا به شکل کتاب بر ما میایه، یعنی دیگه آپشن ها و چیزا رو نمیاره، فقط نکست میاره. نکست روش کلیک میکنم تا که صفحات بعدی رو بر ما نشان بده. یعنی به این شکل ما شما میتونیم که صفحات بعدی خود بخونیم. خب فعلا این تکست های ما خو یک چیز تو ناحق است، یعنی تو تکست خود نیست که خودم نوشته کرده باشم منظم ساخته باشم. یه به خاطر اگزمپل و مثال استفاده میشه. بخش بعدی پرینت لیاوت داریم. پرینت لیاوت چی معنا؟ یعنی فعلا نمی سفر رو ببینین، سفر حتما میبینین شما، درست است؟ چیزی را که در صفحه فعلا شما میبینین در پرینت هم به می شکل برتان میکشه. یعنی پرینت لیاوت یا پرینت ویو به می خاطر برش میگه که یعنی در پرینت هم به می شکل برتان پرینت میکنه. اینا پرینت لیاوت میگن یا هم پرینت ویو. دیگه وب لیاوت داریم که به شکل وبسایت برتان تکست ها را به این شکل نشان میده. یعنی اگر زمان خواسته باشین به شکل وبسایت برتان، مثل معلوماتی که در یک وبسایت سرچ میکنین به اون شکل باشه، میتونین از این شکل استفاده کنین. خب پس پرینت لیاوت باز شکل استانداردش است که معمول از این شکل زیاد استفاده میشه. از اون بخشای دیگه شو قدر استفاده نمیشه. خوب است که امرایش آشنایی داشته باشید. بخش بعدی طرفتر ما شما زوم این و زوم اوت داریم. خب میفهمین دیگه، خواندیم در وردپد. سفر نزدیک میکنین، سفر دور میکنین. یه طور کش کو، سوی کش کو، سفر نزدیک و دور میشه. استانداردش 100 است. در این قسمت می 100 برش میگیری و اوکی میگی. میخوانیم در درسای بعدی باز هم تکراری داریم. دیگه این طرف سکرول داریم. امروز سکرول آشنایی دارین. سفر بالا و پایین میکنه، درست است؟ خیلی راحت میتونین شما سفر بالا و پایین کنین، یعنی پایین صفحه میری یا بالای صفحه، خیلی راحت. این بود معرفی خود ورد. خب در قسمت فایل ما و شما بعضی مسائل داریم. مثلا در هوم خواندیم، نیو هم خواندیم، اوپن هم. میریم سر قسمت انفو. در قسمت انفو معلومات های خود می داکومنت است. خب فعلا اقدر معلومات بیشتر نداره در اینجا. ما ایره کلوز میکنم و دون سیو برش میگم، یعنی نمیخوایم ذخیره شود. وقتی برنامه ورد در اکسل میکنیم بر تو میگه آیا میخوای ایره ذخیره کنی، یعنی من میگم نه خیر. اگه میخواستی با سیو برش بگو و در این قسمت بیا لوکیشن برش انتخاب کن، در کجا میخوای ذخیره کنی. خب ما فعلا نمیخوایم، میگم که don't save. آله ما میرم در کجا، در قسمت داکومنت اف افهام و در اینجا اینی را باز میکنم و وارد قسمت فایل میشم. در انفو معلومات ها است، یعنی معلومات همون داکومنت است. در بخش اول ما شما یک چیزی به نام سایز داریم. اندازش میگه اندازه از این داکومنت شارتکت ها چقدر است؟ 80 گیبی، 80.8 گیبی یعنی کیلوبایت. چند صفحه داره؟ یعنی پیج 3 صفحه داره. چند لغت داره؟ 269 داره. توتال ادیتینگ تایمش چقدر واسن، یعنی در چقدر وقتی جور شده؟ تقریبا 103 دقیقه. یعنی این خود چند بار جور شده، مثلا یک باری 130 دقیقه جور نشده. شاید وقتش کم بوده باشه، اما تو مثلا بعضی وقت که ادیت میشه تو روشنبانه ورد بزود هم دقایقش حساب میکنه. یعنی در 103 دقیقه تقریبا 1.5 ساعت میشه. 1.5 ساعت و 1 ساعت و 40 دقیقه میشه به نظرم که جور شده، درست است؟ به شکل دیگر تایتل داره، میتونید خودتون اضافه کنین، تگز میکنین، بعضی ها را کامنت میتین، نظر، ریلیتد، دیتی که جور شده، last modified یا created در سال 2023 جور شده این چپتر، درست است؟ در کدام ماه کدام تاریخ؟ در 12/15/2023 5:32 AM بوده، یعنی 5:30 صبح بوده این جور شده. last printed با آخرین بار چه وقت پرینت شده؟ پرینت نشده در این کامپیوتر. البته در کامپیوتر که پرینت شده بوده last printed شما میگه که در این تاریخ پرینت شده. دیگه در قسمت اینجا آدرش هم میگه کی ساخته، و نامش در اینجا میگه کسی که ساخته باشه، یوزر اکاونتی که ساخته باشه.
دیگه ای بود قسمت اینفو. و در قسمت پایین اوپن فایل لوکیشن داریم. این به معنی ازی است، یعنی هر جایی که ذخیره شده باشه بر شما اونمو لوکیشن یا اون موقعیت براتون میکشه. روی ازی کلیک میکنم، هر جایی که ذخیره شده باشه اون فولدر اتومات بر من باز میکنه. دیگه اپلود داریم که میتونیم این داکیومنت خود چی کنیم، اپلود کنیم، یعنی راهی کنیم در ون درایو یا هم در قسمت گوگل درایو یا بعض جای دیگه. شیر خواهنامش پیدا هست، یعنی مثل که شیر در فیسبوک داریم، با دیگه اشخاص شریک میکنیم یک فایل، روش کلیک میکنید از کدام طریق سیو تو کلاود. خب ما فعلا کلاود ندارم، از اون خاطری بر ما نمیه. کاپی پد میگیری، کاپی میگیری، خب این بحثش مهم نیست. اوپن فایل لوکیشن بازم عموم اوپن فایل لوکیشن است. بخش بعدی که در قسمت اینجا داریم و از قسمت پروتکت داکیومنت. چی میکنه پروتکت داکیومنت؟ چیزایی که مهم است البته میخونیم، چیزایی که مهم نیست ازش میگذریم. بخش اول انکریپت ویت پسورد داریم. این چی میکنه؟ داکیومنت ما رو لاک میسازه، یعنی قفل میسازه. روی ازی من کلیک میکنم، اینجا پسورد برش میدم. پسورد آپشنال است، یعنی هر رقم پسورد که شما بدین اون رو میگیره، مشکل نداره. ما پسوردش میتم 1 2 3، بعدا میگم اوکی. باز از پیشم رینتر میخواه، میگه دوباره میخوای پسورد بدی، اون پسورد قبلی را باز دوباره بدی، میگه 1 2 3 باز میگم برش اوکی. خب وقتی که کد دادین باز بعد از اون باید سیو برش بگوین. اگر سیو نگوین بازی ذخیره نمیشه، کد نمیگیره. سیو برش میگم، حالا چی میکنم؟ میده کلوز میکنم. حالا اگر داخل ویندوز 11 شارتکت میایم، این از پیش ما پسورد میخواه. این کدام طریقی وجود نداره که ما شما چی کنیم پسوردش از بین ببریم. فقط همون کد اگر یاد داشتی خونه باز میشه، اگر یاد نداشتی باز نمیشه. من کد درستش میزنم و خیلی راحت میشه که واردش شوم. غلط شد، یک حرف بیشتر شد، انتر، واردش میشه. خب اگر قرار باشه مثلا کد از این رو دور کنیم، پس در فایل بیاین، در قسمت اینفو پروتکت داکیومنت، روی انکریپتد پسورد، بعدا این 3 دانه کرکتر یا هر کدی که داده اینجا پاک کنین، بعدا برش بگوین اوکی و سیف. وقتی اگر سیو نگوین کدش میمانه. شما کوشش کنین که برش بگوین که سیو شوه. هر بار که هر کاری انجام میدین باید یک بار سیو شوه. خب این بود قسمت اینفو که در قسمت خواندیم. بخش دیگه که داریم و است منیج یا ریکاور اند سیو داکیومنت. مثلا کامپیوتر من دسکتاپ است، یک فایل جور میکنم به می شکل، یک چپتر جور میکنم، یک دفعه برق سر کامپیوتر دسکتاپ میره، کامپیوتر من خاموش میشه دیگه. وقتی خاموش شد پس روشن کردین، در قسمت اینفو بیاین، در اینجا منیج داکیومنت برش بگوین ریکاور. هر داکیومنتی که ذخیره نشده باشه در اینجا کلش لیست میشه. یعنی از این طریق شما میتونین خیلی راحت اون داکیومنتی که ذخیره نشده پس دوباره رویش کلیک بکنین و اوپن بگوین براتون اوپن شوه و جایی که برق رفته از اونجا براتون پس کار میتونین خیلی راحت انجام بدین. یعنی میتونین ریکاور بکنین برای خود. دیگه در قسمت سیو خب میفهمین ذخیره میکنه، کنترل اس شارتکتش است و سیو است. چند بخش دیگه داریم. وقتی وارد سیو است میاین، در دسکتاپ چند بخش دیگه مهم است. یکی خب ورد داکیومنت است، ببینین یکی ورد داکیومنت است. فایل نیم خب میفهمین که در روزهای گذشته هم ما خواندیم. نام فایل است، هر نامی که بتین، زبان دری میتی، پشتو میتی، انگلیسی، هر زبانی که بیتی اون میگیره، مشکل نداره. سیو اس تایپ ما شما ورد داکیومنت داریم یا DOCX، اکستنشن خود ورد است. DOCX یعنی هر جایی که داخل یک فایل دیدین بیمانه که فایل ورد است خودش. باز اکستنشن ها فرق میکنه، ما شما باز یک روز سر بحث میکنیم بخیر. DOCX مربوط خود ورد میشه. ورد داکیومنت اگر انتخاب بود بیمانه یعنی ادیتیبل فایل است، خیلی راحت میتونین در هر کامپیوتر و در هر جای از استفاده کنین، واردش شوین خیلی راحت. خب باز اینجا یک بخش دیگه داریم به نام PDF. PDF به معنی پرایوت داکیومنت فایل میشه، یعنی شما فایل برای خود شخصی میسازین، یعنی دو باز کس تغییرات آورده نمیتونن، با خود کار بکنین. خیلی ساده هست، انتخابش میکنی و از این قسمت برش میگی سیو، لوکیشن برش انتخاب کو، خیلی راحت بر سیو میشه. مثلا من می کارا میکنم، میرم در دسکتاپ سیو برش میگم PDF، این به شکل PDF در روی صفحه بر من ذخیره میشه. حالا دی تغییرات نوشتاری نمیتونم آورده، پاک کردن نمیتونم تا که یک اپلیکیشن یا هم یک سافتویر پاورفول نباشه که این کار بر من انجام بده. دیگه در قسمت اینجا پرینت داریم. پرینت خیلی یک موضوع مهم است، انشالله میگذاریمش برای فردا، اما شیر و اکسپورت ایناش هم میخوانیم که ساده هستن. شیر باز اون مواردی است که در ایمیل میخوایی سند کنی به یک نفر،
پرزنت آنلاینش میکنی یا طریق اینترنت از طریق گوگل میت یا هم بعض طریقای دیگه داره یا پست و بلاگ میکنی. بلاگ خودش وبسایت منامیده که در قسمت نوتپد خواندیم. و اکسپورت زیاد از این قسمت استفاده نمیشه، از سیو استفاده میشه. به شکل پی دی اف میتونین در اینجا ذخیره بکنین. کلوز از نامش پیدا هست که سفر کلوز میکنه و اکانت هم ما شما خواندیم. این بود درس امروز ما شما.